سلام. دیشب تا الان یه کلیپی به دستم رسیده. خدا شاید اگه ما میگم از آخر شب که کلیپ به دستم رسیده تا الانی که جلو دوربین ایستادم نمیگم 100 بار ولی کمتر و بیشتر اینقدر این کلیپ رو من دیدم. هر باری که پلی کردم و نگاه کردم هی زدم تو سر خودم میگم بابا اصلا این قفله، این همه جا، هم تو انسانیت قفله، هم تو شرف قفله، هم تو ذات قفله. مگه وجود داره آخه چنین حرفی اصلا راست باشه که امروز اومدم جلو دوربین بگم جناب آقای شهردار قزوین، این آقایون مسئول در قزوین، اصلا خبر دارید سد معبرتون تو خیابان نوروزیان قزوین چه دستگلی به آب دادن؟ اصلا میدونید چی شده که دیروز تا الان روان جامعه ترکیده تو هم؟ میخواید بدونید چه دستگلی به آب دادن؟ ببینیم با هم. بله، ایشون یه جوان دستفروشیه که داشته دستفروشی میکرده، حالا به هر نوعی با بچهای صد معبر شما درگیر میشن. بعد اینا 5 نفره، تاکید میکنم 5 نفره با لوله، کاری که حتی یک دیوانه روانی بیمغز این کارو نمیکنه. 5 نفره با لوله میریزن رو سر جوونه، شروع میکنن با لوله این 2 نفر رو دارن میزنن. ببین من اصلا برام قفله. اصلا شما همزمان داری کلیپو میبینی، بذار من حرف بزنم. اصلا فیلم هندی هم تا الان من ندیدم اینطوری 5 نفر با لوله یه نفر رو بزنن. بعد شما چطوری اینا رو آزاد گذاشتید تو اجتماع بگردن بین مردم؟ کسی که 6 نفر رو میریزن رو سر 2 نفر با لوله اینطوری دارن طرفو میزنن، اینا میخوان به جامعه نظم بدن. اینا خودشون یه مش بی‌نظمن. شما این بی‌نظما رو فرستادید تو جامعه که نظم به جامعه بدن. با یکم خجالت بکشید. این جوون مملکتتونه که تو این اوضاع بی‌برقی و بی‌آبی و بی‌گازی لب خیابون وایساده داره دستفروشی میکنه. بعد شما بریزید 5 6 نفره با لوله بزنید طرفو. خجالت بکشید. از این غم بمیرید رواست. بمیرید از این غم. اگر میدونیدم هارید چرا رجوع نمیکنید یه جایی واکسن هاری بزنید که خودتون از این وضعیت خارج کنید؟ من گیرم ایشونی که شما الان گرفتی، ایشون اصلا قاتل زنجیره‌ایه، نه یک جوون دستفروش. چطوری و طبق چه قانونی داری با لوله طرفو اینطوری میزنی؟ بعد یه تعجب دیگه، آقای فرمانده نیروی انتظامی قزوین که شما به تازگی ها اونجا منصوب شدی، این نیروی شما که اونجا وایساده یه مأمور نیروی انتظامی اونجاست، به جای اینکه به اینا بگید چرا دارید با لوله میزنید، اصلا وظیفه شما نیست با لوله یکی بزنید، خودش هم اسپریو در میاره تو صورت یکیشون خالی میکنه. من سوالم اینه اصلا چه قانونی اجازه داده به سد معبر با لوله بیافتید به جون مردم اینطوری بزنید؟ تازه یکیشون هم از اون راه میاد دیده تا این کمتر زده طرفو، یه لوله از یکیشون میگیره، میگن بابا زدیم همونطور داری میگی، میگن بابا خودمون زدیم. یه دادی هم رو رفیقش میزنه، شروع میکنه یه دونه اینو میزنه، میره از اون ور شروع میکنه اون یکی هم به زدن. بابا یه مشلات کوچه خلوتید شماها که ذات تو وجودتون نیست. اگر ذات داشتید دستفروش این مملکتی که با